خدمات مطبوعات MCS ولایت تور روسیه خبر داد که شب 12 اکتبر سال 2023 بر اثر سوختار در یک نقطه سودا در کوچه پیروگ و شهر تولا یک مرد 23 ساله جان داده بدن یک جوان دیگر 21 ساله سوخته است. بنا به اطلاع رسمی سوختار شبانه ساعت 01:35 دقیقه سر شده بر اثر این وفات داخل نقطه سودا پوره سوخته خاکستر شده است. برای فرو نشاندن سوختار 8 سوختار نشان و 3 ماشین سوختار نشانی جلب شده بود. سوختار نشانات و بعد پوره فرو نشاندن آتش از داخل نقطه سودا جسد آن مرد 23 ساله را پیدا کردند. بنا به فرضیه مقامات سوختار در نتیجه رسش کوتاه ناخلا سر زده است. حال سنجش حادثه ادامه دارد و بر اساس نتیجه های آن باید تصمیم بگیرند که آیا در رابطه بین حادثه پرونده بگشایند یا نه. MCS درباره این حادثه و شخصیت قربانیان تفصیلات دیگر نداده است، ولی تلگرام کانال قور اسمت خبر داد که نقطه سودایی که به کام آتش رفت نانوای خانه بود و با یک زاده شهر اسفاره تاجیکستان تعلق داشت. بنا به اطلاع کانال قور اسمت در این حادثه 3 مهاجر تاجیک آسیب دیدند. یکی آنها در جای حادثه جان داده است و 2 نفر دیگر را با جراحت‌های زیاد در بیمارستان بستری کردند. هر سال بیش از 1 میلیون نفر یا تقریبا نصف اهالی قابل کار تاجیکستان برای پیدا کردن روزی خانواده‌های خود به خارج و اساساً به روسیه به مهاجرت کاری می‌روند. هر سال در روسیه به دلایل مختلف تا 1000 نفر از مهاجران تاجیک می‌میرند. فلاکت‌ها در جای کار و جای زیست و بیماری‌ها و صدمه‌های نقلیاتی از علت‌های عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه نام برده می‌شود.